سلام و درود خدمت شما هنرجو و هنردوست عزیز. در این ویدیو میخوام خدمتتون به صورت کامل توضیح بدم که ما تو گیتار چه سبکایی رو داریم، تفاوتشون با هم دیگه چیه و برای شروع کدوم سبک بهتره. ما در گیتار سه سبک رو با هم دیگه کار میکنیم: سبک گیتار کلاسیک، سبک گیتار پاپ و سبک گیتار فلامنکو. سبک‌های دیگه ای از گیتار رو داریم که با گیتارهای به غیر از گیتارهای عادی یا همون گیتارهای کلاسیک اجرا میشه، مثل گیتار الکتریک که سبک‌های مثل راک داره، جاز داره، بلوز داره، مثل گیتار باس که خب فضاهای خودش رو داره. اما ما در این فایل و در این ویدیو میخوایم راجع به گیتاری با هم دیگه صحبت بکنیم که اصطلاحاً بهش میگیم گیتارهای کلاسیک. ما با گیتارهای کلاسیک سه سبک رو با هم دیگه کار میکنیم که تک به تک نسبت به هر کدوم توضیح میدم. اولین سوالی که در ذهن ما میاد اینه که کدوم یکی از این سبک‌ها رو بهتره که کار بکنم، یا خیلی وقتا افراد سوال میکنن که کدوم یکی از اینا راحت تره، کدوم یکی از اینا رو بهتره که برای شروع کار بکنم. بذارید من یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. فرض بکنید که وارد یک رستوران کاملا سلف سرویس شدین که انواع غذاها وجود داره. شما بخواید از صاحب اون رستوران یا از افرادی که داخل اون رستوران هستن بپرسین که من کدوم غذا رو بخورم برام بهتر. خیلی سوال مسخره‌ای به نظر میاد دیگه. شما میتونید هر غذایی رو بخورین، غذای گوشتی بخورین، غذای گیاهی بخورین، حالا هر کدوم تنوع‌های خودش رو داره و شما دائم هی بیاین سوال بکنین که کدوم غذا برای من بهتره و جواب اینه هر چی که دوست داری رو بخور. توی بحث ساز زدن هم اولین موضوعی که مهمه اینه که شما چه سبکی رو علاقه دارین که کار بکنید. هیچ سبکی نسبت به سبک دیگه برتری نداره. یعنی من نمیتونم بیام بگم سبک کلاسیک از پاپ بهتره یا مثلا پاپ از فلامنکو بهتره. مگه ما مثلا میتونیم بیایم بگیم که حالا مثال ساده میذارم، مثلا خورشت قیمه از قرمه سبزی بهتره یا مثلا کباب کوبیده از جوجه بهتره. هر کسی نسبت به سلیقه خودش غذا رو انتخاب میکنه و میخوره. ما توی موسیقی هم سلیقه‌های مختلف برای گوش‌ها داریم. هر کسی گوش‌هاش یک فضای موسیقی رو میپسنده، بنا به ملیت ما، بنا به فضایی که زندگی کردیم. پس اولین گزینه اینه تو انتخاب سبک شما و حتی انتخاب ساز که علاقه شما به سمت چه صدایی. سبک گیتار کلاسیک سبکی هستش که کاملا بی کلامه و بخوام خیلی ساده توضیح بدم، قطعات از بزرگان موسیقی کلاسیکه. مثلا شما هر قطعه‌ای که از بتهوون میشنوین جزو فضای موسیقی کلاسیک محسوب میشه. قطعاتی که از موزارت میشنوین، از کارولی میشنوین، از جولیانی میشنوین، اکثر کارهایی که توی آسانسورها میشنوین، اکثر آهنگهایی که توی پشتخطی تلفن‌ها میشنوین، تو 90% اوقات همه این کارها کارهای کلاسیک هستن. یکی از معروف‌ترین قطعات گیتار کلاسیک که احتمالاً شنیده باشین قطعه استوریاسه. یا مثلا قطعه رومانسه. اینا قطعاتی هستش که در گیتار کلاسیک اجرا شده و احتمالاً شما شنیده باشید. با یک سرچ ساده نسبت به گیتار کلاسیک حتی توی اینترنت میتونین تنوع بی نهایت زیادی رو از قطعات بشنوین و حتی با سرچ اسامی که بهتون گفتم میتونین آهنگ‌های مختلف از گیتار کلاسیک رو بشنوین. و در کل اگر که شما علاقه‌مند به آهنگ‌های بی کلام هستین و دوست دارین که موزیک‌های بی کلام رو برای خودتون خیلی راحت اجرا بکنین، فضای گیتار کلاسیک بهترین گزینه است برای شما. گیتار پاپ امروزه به عنوان سبکی معروف شده که ما با موزیک همخوانی میکنیم، یعنی یک آهنگی وجود داره و یک کلامی جهت خوانندگی وجود داره. اما موسیقی پاپ فقط محدود به زدن و خوندن نیست یا فقط محدود به همخوانی با موزیک نیست. موسیقی پاپ شامل تکنیک‌های بسیار زیادیه. همونجوری که ما تو گیتار کلاسیک فلامنکو هم همینو داریم، سبک گیتار پاپ هم شامل تکنیک‌های بسیار زیادیه که بخشی از کار کردن و شاید هم بگیم بخش عمده‌ای از این تکنیک‌ها مربوط به موزیک‌های با کلام میشه که ما بتونیم همخوانی بکنیم، هم نوازی بکنیم، که خود همین همخوانی و هم نوازی کردن با موزیک‌ها شامل یاد گرفتن تئوری‌ها میشه، شامل یاد گرفتن تکنیک‌ها میشه و شما باید همه اینها رو به خوبی بلد باشین تا بتونین این کار رو بکنید. خیلی ساده مثال واسهتون بزنم. شما تمامی آهنگایی که از خواننده‌های مختلف میشنوین شامل سبک پاپ میشه. به عنوان مثال شادمهر، مازیار فلاحی، عارف، نمیدونم داریوش، ابی، همه اینها، گوگوش، هایده، مهستی
همه اینهایی که میشنوین شامل موسیقی پاپه. حالا البته بعضی از موسیقی‌های پاپ هست که شبیه به موسیقی‌های کلاسیکه، مثل خیلی از آهنگایی که مازیار فلاحی یا تعداد محدودی از آهنگایی که شادمهر خونده. خیلی وقتا هستش که خیلی از موزیک‌های پاپ که همخوانی داره و سبک گیتار پاپه تنظیم‌هایی داره که شبیه به گیتار فلامنکو میشه. اینها ربطی به این نداره که اونا سبک پاپ نیست، اونا هم سبک پاپه، اما خب با تنظیم‌های مختلف که دیگه به صورت تخصصی‌تر شما این موارد رو توی دوره‌های آموزشی که من آموزش دادم، مثل دوره آموزشی کتاب آکسفورد یا دوره‌های سطح به سطح گیتار پاپ، اینها رو به صورت کامل و مفصل توضیح دادیم. اما بریم چند تا نمونه از گیتار پاپ رو با هم دیگه بشنویم و دقیق متوجه بشین که منظورمون از گیتار پاپ چی هستش، هم نمونه‌های با کلام و هم نمونه‌های بی کلام. دوری و من دیگه ته دنیا، قلبت نوک قله قاف من. بازم نشستی رو بروم مات تماشای تو هم. و اما گیتار فلامنکو، گیتار فلامنکو در واقع پاپ اسپانیا هستش، یعنی موسیقی محلی اسپانیاست. در واقع موسیقیه که به وسیله اون پایکوبی میکردن، به وسیله اون رقصهای محلی داشتن و با اون موزیک ها میرقصیدن و امروزه تبدیل به سبکی شده به عنوان سبک گیتار فلامنکو که دارای دستگاه‌های مختلف، گام‌های مختلفه. خیلی زیاد ازش میگم در مباحث آوازی و رقصی استفاده شده. به طور کلی اگر که شما علاقه‌مند هستین موسیقی بی کلام گوش بکنین، میشه سبک گیتار کلاسیک. اگر که علاقه‌مند به فضاهای ایرانی و سبک با کلام هستید، مثل آهنگ‌هایی که از خواننده‌های مختلف میشنوید، میشه سبک گیتار پاپ. و اگر علاقه‌مند به فضاهای ریتمیک و فضاهایی هستین که پایکوبی داره، درش دست زدن وجود داره و همون فضاهای موسیقی محلی اسپانیا که اولش بهتون گفتم، اگر اون فضاها رو دوست دارین اجرا بکنید، میشه سبک موسیقی گیتار فلامنکو که الان با هم دیگه چند تا قطعه از بزرگان موسیقی فلامنکو رو با هم دیگه بشنویم. در انتهای صحبتم شما باید این رو متوجه شده باشید که هر سبک به چه صورته، به صورت خیلی کلی. البته هر کدوم از این سبک‌ها ریز جزئیات دارن، مثلا در نواختنشون، در اجرا کردنشون تعداد خیلی خیلی زیادی تفاوت وجود داره. مثلا سبک گیتار کلاسیک سبکیه که ضربات آهسته تر نواخته میشه، تیراندو هستش و به صورت کاملا فینگر استایل، یعنی فقط با پنجه روی سیم ها نواخته میشه. سبک گیتار پاپ سبک تلفیقی از نواختن پنجه و اجرای پیک استایل یا همون اجرای با مضراب هست. سبک گیتار فلامنکو مثلا تفاوت در حتی نوع ناخون داره، نوع ضربات محکم تره و اصطلاحاً همه ضرباتشون در اکثر اوقات تکیه هستش، برای همین صداهای بیشتر و شفافتر و محکمتری رو از گیتار خارج میکنم و خیلی تفاوت‌های دیگه که توی این سبک‌ها وجود داره. اما من خواستم در قالب این ویدیو خیلی کوتاه و مختصر بهتون به صورت کلی تفاوت‌های اینا رو بگم و بدونین که اول از همه برای شروع علاقه شما مهمه که نسبت به این سبک‌ها تحقیق بکنید و علاقه خودتون رو پیدا بکنید و بعد وارد سبک مد نظرتون بشین. امیدوارم که تونسته باشه این ویدیو برای شما مفید باشه و کمک بکنه به شما که مسیر درستری رو برای خودتون انتخاب بکنید و بتونید بهتر از هر روز نوازندگی بکنید و از ساز زدنتون لذت ببرید.